زندگی گاهی شبیه یه مسابقه بی‌امان میشه. دویدن، رسیدن، موفق شدن، خوشحال بودن، یه لیست بی پایان از بایدها. ما اونقدر در حال دویدن هستیم که فراموش میکنیم برای چی میدویم و بعد همه چی از حرکت میافته. اینجا توی سکوت سنگین این توقف ما اولین اسمی که میشنویم اینه: افسردگی. اگه افسردگی رو خوب نمیشناسید و به هر افت انرژی به غلط میگید افسردگی، لطفاً برین اون ویدیوی افسردگی رو که لینکش رو براتون میذارم ببینید تا تعریف و علائم دقیق این سرماخوردگی روان رو درست بشناسید. جامعه به ما یاد داده که این توقف یه شکسته، یه موتور از کار افتاده، یه نقص تو سیستم. ما براش برچسب میزنیم، قرص میدیم، منتظر میمونیم تا دوباره به اون مسابقه برگردیم. در حقیقت مثل همون بیخوابی که تو ویدیوی قبلی گفتیم، شروع میکنیم با افسردگی هم میجنگیم و چون این یه جنگ بین خودمون و ایگوه، حتما شکست میخوریم، چون ایگو خیلی باهوشه و تمام زیر و بم روح ما و جای تمام زخمامون رو از بچگی تا الان خوب بلده. اگه نمیدونید ایگو چیه، عجله نکنین، توی آینده نزدیک در موردش یه ویدیو میسازم. اما چی میشه اگه این توقف یه اشتباه نباشه؟ چی میشه اگه یه پیام مهم باشه؟ چی میشه اگه افسردگی یه توقف اجباری برای بازنگری باشه؟ توی طبیعت زمستون به نظر یه فصل مرده است، همه چی میمیره. اما این مرگ یه فریبه. زمستون در واقع یه راز بزرگه و زیر این سطح به ظاهر یخ زده، زندگی به کار مخفیانه خودش ادامه میده. ریشه ها عمیق‌تر از همیشه تو خاک فرو میرن تا آب و مواد مغذی ضروری رو پیدا کنن. خیلی وقتا همین سرمایه شدید آفت‌ها و عوامل مزاحم رو از بین میبره تا وقتی بهار میشه گیاه سالم‌تر بمونه. میخوام بگم افسردگی زمستان روح ماست. وقتی همه چی تو زندگی بیرونی ما میمیره، شادی، انرژی، انگیزه، این یه فراخوان اجباری برای فرو رفتن به درونه. این زمانیه که ذهن و روح ما مجبور میشن تا به اعماق وجودمون سفر کنن. این توقف فرصتیه برای اینکه بپرسیم آیا این مسیریه که واقعا میخواستم برم؟ این منی که به جهان نشون میدم واقعیه؟ ریشه های من برای رشد به چه چیزایی نیاز دارن؟ پس افسردگی رو نه یه شکست که یه واکنش سازگارانه عمیق در نظر بگیریم. سیستم هوشمند وجود شما داره فریاد میزنه کافیه. شما سالها به ندای درونیتون که میگفت آهسته تر برو، نه بگو، استراحت کن، گوش ندادین. بدن و ذهن شما وقتی تمام راههای ملایم مثل بیخوابی و دلشوره و بیماریهای جسمی و سردرد و امتحان کردن و نشد، حالا آخرین ابزارشون رو به کار میگیرن: ایجاد یک بحران. اونا شما رو مجبور میکنن که بایستین، چون این تنها راهیه که میتونستن توجه شما رو جلب کنن. پس بیا توی این زمستون از شبای بلندش برای دور همی و به قول خودمون شب نشینی استفاده کن و از روزاش به جای اینکه با بدن یخزده و قدمای ترسون و لرزون روی یخ راه بری و هی زمین بخوری، بی پروا برو پست اسکی و خودتو رها کن و سر بخور روی همین یخ سرد که همه جا رو پوشونده. میدونی منظورم چیه؟ تا وقتی خودتو میبندی و از آدما قایم میشی و خودتو توی خونه حبس میکنی، فقط باعث میشی بهت بد بگذره. تصمیم با تویی که بری بیرون و روی برف راه بری و مثل بچگیات از دیدن رد پاد روی برف ذوق کنی، یا روی یخ لیز بخوری و قهقهه بزنی، یا اینکه پرده های اتاقتو ببندی و خونه رو تاریک کنی و بخوابی. در هر دو حالت هم چیزی اون بیرون تا آخر زمستون عوض نمیشه. راه حل من برای روزای برفی زندگی رفیق درمانیه. منظورم رفیقه، نه دوست. حالا این رفیق واسه یکی خواهرشه، واسه یکی بچهشه، واسه یکی همسرشه، واسه یکی هم یه دوست که یه روز از ناکجا اومد و موند و شد رفیق. یه لایک بزن تا فرق دوست و رفیق رو برات بگم. مرسی. دوست اونیه که باهات خوبه، حس خوب بهت میده، از هم خوشتون میاد، سعی میکنین با هم تجربیات شاد و خوب داشته باشید، همو ناراحت نکنید و در حد لزوم در مورد هم میدونید. اما رفیق اونیه که همیشه کنارته. وقت خوشی باش از ته دل میخندی و وقتی زخم کاری از زندگی میخوری اجازه میدی به زخم دست بزنه و اونو ببینه. دیدین وقتی یه زخم عمیق داریم روشو میپوشونیم و فقط جلوی دکتر یا اون کسی که میخواد پانسمانش رو عوض کنه بازش میکنیم؟
رفیق همونیه که انقدر بهش اعتماد داریم که میذاریم زخممون رو ببینه، چون مطمئنیم قضاوت و سرزنشی در کار نیست. و شاید خودش هم یه زخم مثل همین داره که یا خوب شده یا در حال خوب شدنه. اسم رفیقت چیه؟ اسم رفیقتو برام کامنت کن و این رفیقو سفت بچسب تا عید نوروز زندگیت از راه بیاد. بعد یهو چشم باز میکنی میبینی بهار با تمام شادی و تراوتش از راه رسید و باید بگم این بهاری که میبینی بدون اون زمستون سخت ممکن نبود. باید اون زمستون میومد تا رفیق و از نارفیق تشخیص بدی. این شادی و آرامش عمیق بدون اون سفر اجباری به درون قابل درک نیست. اگه امروز در حال تجربه زمستون روح خودت هستی، بدون که این یه آماده سازی اجباریه. این سفر شما رو وادار میکنه توی خودت غوطه‌ور بشی و شفا گرفته و بهاری بیرون بیای. سپاس که منو شنیدی.